آموزشی دو فرقه گمراه گشته بدعتی، مذهب و فرقه اشعری و ماتریدی. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه نیز به شما با یک چند شبهات اشاعره و ماتریدی در مسئله استوا جواب خواهیم داد و به دلیل‌های دیگر خواهیم گذشت. البته این حلقه سوم یا قسم سوم از بیان ادله اهل سنت و الجماعت بر این که الله سبحانه و تعالی به ذاتش صفت علو دارد، علو ذات دارد، یعنی الله در بالای عرش است. در حلقه های گذشته به شما بیان کردیم که اهل سنت و الجماعت اعتقاد دارند که الله در بالا است، در بالای آسمان هاست که در بالای اون عرش است و در بالای عرش الله است. و 7 آیات را آوردیم که الله در بالای عرش استوا است و معنای استوا در نزد اهل سنت و الجماعت این ارتفع و علا هست، یعنی بالا شدن هست. خیلی که سخنی علمای اهل سنت و الجماعت در این مسئله به شما بیان گشت و گفتیم که اشعری ها شبهه دارند. شبهه اولشون در مسئله عرش بود که معنای عرش را ملک گفتند و این سخنشون باطل است و کلمه در قرآن آمده را به یگان حجت از حقیقتش به دیگر معنا گذرانیدند. حقیقت این کلمه را انکار کردند و گفتند مجاز است والعیاذ بالله که این صفت اهل این بدعت است. اشعری ها و ماتریدی ها تمام کلمه هایی که در قرآن آمده است معناش را تحریف میکنند و تغییر میدهند و مردم را گمراه میکنند و خود گمراه گشتند. و شبهه دوم اونها این است که میگند استوا معنیش استیلا است. ما گفتیم استوا الرحمن علی العرش استوا، استوا معنیش ارتفع و علا، بالا شدن و در بالای چیز بالای بالا بودن. و این سخن را استوا را بالا شدن و بالای بالا بودن را امام بخاری میگویند، امام طبری میگویند، امام ابن کثیر میگویند و تمام سلف این امت معنای استوا را ارتفع بالا شدن و علا در بالا بودن را میگفتند. معنای استوا در نزد اهل سنت این است که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش بالا شد. الله در بالای عرش است. اما این دو فرقه مبتدع آمدند و گفتند، اشعری ها و ماتریدی ها، که معنای استوا در این آیت استیلا هست، الاستیلا یا که استولا. سبحان الله. و این فقط دعوای اشاعره و ماتریدی است، بلکه معتزله ها هم همچنین میگن. معتزله ها نیز میگن که معنای استوا این استیلا هست. جهمی ها، جهم ابن صفوان و شاگردانش همچنین عقیده دارند که استوا این استیلا هست. حروری ها، خوارج ها، قسمی از بعضی از خوارج ها نیز همچنین عقیده دارند که استوا این استیلا هست. و اشعری ها و ماتریدی ها نیز معنای استوا را استولا میگویند. استیلا و استولا. استولا چیست؟ یعنی چی معنی دارد؟ معنیش این است که گویا عرش در زیر حکومت الله، در زیر تصرف الله نبود. در اول امر عرش در زیر تصرف و حکومت الله نبود و الله به بالای عرش غلبه کرد، به قهرش به بالای عرش غلبه کرد و بعد از این به بالای عرش استیلا شد. یعنی عرش را زد و گرفت. عرش در زیر حکومتش نبود اما عرش را گرفت به غلبه کردن به قهرش والعیاذ بالله. دلیل این اشعری ها و ماتریدی ها چیست؟ اشعری ها و ماتریدی ها از کجا، یا که معتزله، جهمیه و بعض خوارج ها از کجا معنای استوا را استیلا یا استولا میگند؟ از یک بیت عربی. دلیلشون یک بیت عربی است که یکی از شاعر گفته است. کی بودن این شاعر معلوم نیست. چخلی که ابن الفارس و دیگر علمای لغت میگن
کی این بیت رو گفته است معلوم نیست، لیکن یک بیت است که حتی استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مهراق. بشر بر عراق استوا شد، یعنی استولا کرد، یعنی بشر گفتن یک انسان به عراق آمد و عراق را زد و گرفت، به بالای عراق خودش را آمد و رهبر کرد. عراق در زیر تصرفش نبود، آمد و به عراق وارد شد و عراق را در زیر تصرفش گذاشت و عراق را یعنی به زیر تصرفش در آورد و خودش به عراق حاکم شد. من غیر سیف، به شمشیر و به خونریزی. در این بیت معنای استوا گویا که استولا آمده است، یعنی یک چیزی که در زیر تصرف شما نبود آمدید و به بالاش غلبه کردید و گرفتید و این شما شد. یعنی گویا که معنای استوا بالا بودن نیست و این حجت اشعری ها و ماتریدی است. یعنی ببینید وقتی که در 7 آیت الله آشکار واضح گفته شده است که الله در بالای عرش استوا است، صحابگان، تابعین و تمام علمای اهل سنت و جماعت گفته ایستادند که معنای استوا این ارتفع و علا است، بالا شدن است و در بالا بودن است. و دیگر آیات های زیاده به این نیز دلالت میکند که حالا بعد از این به شما ذکر میکنم. و تمام علمای لغت همین عقیده رو دارند که الله در بالای عرش بالا است. اما اشعری ها و ماتریدی ها میاد معنای استوا را تحریف میکند، معنای استوا را تغییر میدهد. اون معنایی که الله رسول خواسته است این را انکار میکند و خودش یک معنای دیگر میدهد. میگه که الله در بالای عرش نیست، فقط الله عرش را غلبه کرده است و گرفته است. گویا که عرش در زیر تصرف الله نبود، الله زد و گرفت. والعیاذ بالله، این سخن کفری است. دلیل اشعری ها گوش، دلیل اشعری ها و ماتریدی ها این دو فرقه مبتدع بدعتی فقط یک بیت است. این بیت که نوشته که معلوم نیست. تمام درس هایشان و محاضرات های اشعری ها نظر کنید، همین بیت میارد. کنی حدیث، کنی آیات، کنی آیت قرآن، کنی احادیث، کنی قول صحابه، کنی تابعین، نه، وجود ندارد. چرا که مذهبی اشعری و ماتریدی مصدرش قرآن و سنت نیست، چخیلی که گفتیم عقل است. عقل در نزد اشعری و ماتریدی پیش از نقل میست، پیش از قرآن و سنت نیست. و با این شبهه اشعری ها بیاد جواب میتیم از امامشون، امام ابوالحسن الاشعری. ابوالحسن الاشعری در اول معتزله بود، توبه کرد، اشعری شد و توبه کرد، به اهل سنت در اصول گذشت و در همین حالت وفات کرد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنند که ابوالحسن الاشعری از همین مذهبی ساخته اش، از مذهبی که تأسیس داده بود، مذهب اشعری که امروز مردم پیروش میشند، توبه کرده بود و خودش را به مذهبی اهل سلف نسبت میداد. گرچنده که کاملا هم نباشد، مشکلی های داشت، لیکن نسبتا در مسئله قبول صفات های الله، در مسئله قبول این که الله علو و ذات دارد، صفت علو، در بالای عرش بودن الله، معنای استوا را مثل سلف و دست الله را اقرار کردن و چشم و پای و غیره را اقرار کردن، مثل اهل سلف سخن میکرد. و در مسئله ایمان و غیره، یعنی اشعری توبه کرده بود. اما کسانی که امروز خودشون را به اشعری، ابوالحسن الاشعری نسبت میدهند، یعنی مذهبی اشعری گفتیم به ابوالحسن الاشعری نسبت داده است، اونها از این راه نمیگردند. امام گشت، اینها نمیگردند. ابوالحسن الاشعری به اشعری ها رد میزند. ابوالحسن الاشعری گویا امام اشعری ها که توبه کرده از این راه اشعری گشته است، به خود اشعری ها رد میزند، به ماتریدی ها رد میزند، به ابو منصور ماتریدی رد میزند. ابوالحسن الاشعری البته در کتاب خود الابانه عن اصول الديانه، الابانه عن اصول الديانه معروف است کتاب ابوالحسن الاشعری، در صفحه 108 و 109 بیان میکند و ذکر میکند: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن العرش استوى أنه استولى، یعنی بعضی از گویندگان از معتزله ها، جهمی ها، حروری ها، یعنی بعضی از خوارج ها
در معنای قول الله سبحانه و تعالی که الله گفت الرحمن علی العرش استوى، الله در بالای عرش استوا است. معتزله و جهمی خوارجا گفتند که استوا یعنی معنای استولا میدهد، یعنی الله بر بالای عرش استولا کرد با قهرش. ملک و قهر، یعنی الله به همین عرش مالک شد، مالکش نبود، مالک شد با قهر. و ان الله تعالی فی کل مکان، و الله در همه جا هست. و جحدوا ان یکون الله عز وجل مستوین علی عرشه، یعنی انکار کردند که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. مستوا بودن الله در بالای عرشش را انکار کردند. چگونه که اهل حق میگن، اهل حق کی؟ کسانی که پیروی از قرآن و سنت و منهج سلف امت هستند، اینها میگن که الله در بالای عرش مستوا هست، یعنی مستوین علی العرش هست، بگیم الاستوا هست، یعنی در بالای عرش بالا است. اما معنای استوا را چی گفتند؟ این قدرت الله هست گفتند. استوا بالا شدن نگفتند، قدرت الله هست گفتند. قدرت الله، قهر الله، که الله به همین قدرت و قهرش بر بالای عرش غلبه کرد. میگن ابو الحسن الاشعری رد میزند و میگه که ولو کان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارض السابعه. اگر این گفته اشون چگونه که گفتند که استوا این استولا هست، استوا این قدرت هست، این صاحب عرش شدن با قهر و غلبه هست، چگونه که این گمراهان اشعری و ماتریدی و معتزله و جهمی حروری ها میگن همچنین باشد، پس هیچ فرق بین عرش و بین زمین هفتم قوت زمین نمیماند. یعنی هفتم قوت پسترین زمین گویا که به عرش برابر است و هر دوش در یک جرده است. بلکه میگن این سخنی باطل است و الله در بالای عرش استوا هست. بارک الله فیکم. پس این بود سخنی ابوالحسن الاشعری که رد زد که این معنای استوا را استولا گفتن این از گمراهی است و این یک تحریف و تغییر دادن کلمه الله گفته است. بلکه معنای استوا معروف است. معنای استوا این استولا نیست، بلکه ارتفع و علا است. زیرا که یگان نفر از علمای اهل لغت معنای استوا را استولا نگفتند. بزرگترین کبار علمای لغت عربی انکار میکنند که معنای استوا استولا باشد، بلکه معنای استوا را ارتفع و علا میکنند. چلی که داود ابن علی از ابن الاعرابی وفات کننده 231 هجری روایت میکند که فاتاه رجل فقال، یک مرد به نزد این ابن الاعرابی آمد و گفت که یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله، ما معنی قوله تعالی الرحمن علی العرش استوى؟ معنای سخن الله سبحانه و تعالی چیست که الله در این آیت میگه الرحمن، یعنی الرحمن الله در بالای عرش استوا است. این علم لغت ابن الاعرابی جواب میدهد و میگوید که هو علی عرشه کما اخبر. و این علم لغت و علم همچنین شریعت بیان میکنه، میگوید که الله در بالای عرش است چگونه ای که خبر داده است. این مرد میگوید لیس كذلك انما معناه استولا، این چنین نیست، یعنی خیلی که تو میگویی که الله در بالای عرش است این چنین نیست، بلکه معنای استوا این استولا هست، یعنی غلبه کردن به عرش است. ابن اعرابی میگوید که اسکت، خاموش شو، سکوت کن، بس کن، دیگر سخن نکن. ما یدریک ما هذا، با تو کی فهمونید؟ از کجا فهمیدی که معنای این استولا هست؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. عرب به یگان مرد نمیگوید که با یک چیز استولا کرد مگرم در حالتی که ضدیت وجود داشته باشد. یعنی همون وقت یک مرد به یک چیز استولا میکند که ضدیت بین هر دو این چیز باشد. مثلا یک کس عراق را به زیر تصرفش در آورد، استولا علی العراق باشد، یعنی اهل عراق به این انسان ضدیت نشان داد لیکن این انسان غلبه کرد، پس استولا کرد.
والله تعالی لا مضاد له، و با الله هیچ کسی ضدیت نشان داده نمیتواند. عرش هم ضدیت نشان داده نمیتواند. وقتی که ما میگویم که معنای استوا استولا هست، گویا که عرش به الله اطاعت نکرد و به الله ضدیت نشان داد و الله به قهرش غلبه کرد. والعیاذ بالله این سخن جایز نیست، این کفر است. بلکه الله در بالای عرشش از چگونه که خبر داده است. و معنای استیلا و استولا این بعد المغالبه، یعنی بعد از ضدیت نشان دادن مغالبه کردن است. و این چنین ابن الجوزی ذکر میکنند که این دو بیتی که اشعری ها و معترضی ها این دو بیت رو همچنین حجت از زبان عرب میگویند هیچ اصل ندارد و گوینده این بیت کی بودنش معلوم نیست. و این چنین ابن الفارس اللغوی ذکر میکند که اگر این بیت صحیح باشد هم هیچ حجت شده نمیتواند. پس ببینید این گمراهی اشعری و معترضی ها را که همیشه صفات های الله را تعویل میکنند، تحریف میکنند و انکار میکنند و معنای دیگر میتند و مردم را به گمراهی میبرند. پس خوشبختترین انسان کسی است که پیروی از نهج سلف بکند، تمسک چنگ بزند به هدی کتاب قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این چنین مذاهب باطل، مذاهبی که مخالف قرآن و سنت است، ترک بکند. بارک الله فیکم. و این بود جواب شبهات اونها. البته دلیل ها بنیاد زیاد است برای اینکه الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان است. ما حالا دلیل ها رو در حلقه گذشته بیان کردیم در قسم دوم که الله در بالای عرش است و 7 آیات رو به شما بیان کردیم. حالا ببینید که الله در سوره بقره 255 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو العلی العظیم. الله علی است و عظیم است، بزرگ است، عظیم بزرگ است و الله علی است. علی یعنی در بالای همه چیزها، یعنی علو است، علو ذات و علو صفات دارد. در سوره اعلی آیه یکم اومده است سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسمه یعنی الله ربت را به پاکی یاد بکن که او اعلی است، از همه چیز بالا است. این دو آیت دلالت به علوی الله میکند، در بالا بودن الله میکند. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 18 میگه و هو القاهر فوق عباده. الله قاهر است و در بالای بندگانش است، یعنی در پایان نیست، در بین اونها نیست، بلکه در بالا است، فوقیت. و این چنین در سوره نحل آیه 50 الله میگه یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. میترسند از ربشان که از فوقشان هست، یعنی در بالاشون است. یعنی انسان ها میترسند، مؤمنین میترسند از همون ربشان که در بالاشون است، یعنی در بالا در کجا؟ در آسمان است. و انجام میدن همه اون چیزهایی که ربشان اللهشان به اونها امر کرده است. و این آیت هم دلالت میکرد که الله در بالا است. فوق یعنی در بالا است، فوقیت. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره سجده آیه 5 میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض. الله تدبیر میکند امرها را از آسمان به سوی زمین. یعنی این آیت نازل شوی چیزها را از آسمان به زمین بیان میکند. این هم دلالت میکند که الله در آسمان است و از آسمان بعضی چیزها را نازل میکند. مثلا نازل شوی قرآن، نازل شوی باران، نازل شوی ملک یا ملائکه. و این چنین در سوره حجر آیه 9 ذکر میکند که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میگه که ما ذکر را نازل کردیم. نازل از کجا میشود؟ نازل از پایان به پایان، یا که بگویم از یک طرف به طرفی چپ و راست نه، بلکه نازل از بالا به پایان شدن رو نازل میگن. الله میگه که ما قرآن رو نازل کردیم. قرآن در کجا بود؟ در بالا بود. از بالا الله نازل کرد به زمین. این دلالت میکرد که الله در بالا است. الله در سوره فاطر آیه 10 میفرماید الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الیه بسوی الله یصعد الکلم الطیب، کلمه های طیب، کلمه های خوب که الله از این کلمه های سخن ها راضی میشد بسوی الله برداشته میشود و عمل های صالح بسوی الله برداشته میشود.
کلمه های خوب و طیب به سوی الله می روند و عمل های صالح به سوی الله برداشته می شود. این دلالت می کند که چیزهای خوب به سوی الله برداشته می شود. الله در کجا است؟ در بالا است، برای همین به سوی الله برداشته می شود. و اینجوری قول الله سبحانه و تعالی تعرج الملائکه والروح الیه، سوره معارج آیه 4. ملائکه ها و روح یعنی جبرائیل علیه السلام به سوی الله بالا می شوند. عروج، از پایین به بالا را عروج میگند. و این که الله سبحانه و تعالی در سوره ملک آیه 16 میفرماید امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا شما از آن ذاتی که در بالای آسمان است امین ماندید که برای شما زمین را خسف بکند؟ محل شاهد اینجاست که الله خودش را خبر میدهد که در بالای آسمان است. سبحان الله. و الله سبحانه و تعالی خبر میدهد که عیسی علیه السلام را به نزدش به بالا برداشته است. عیسی را الله به کجا گرفت؟ و ما قتلوه و ما صلبوه بل رفعه الله الیه. عیسی را نکشتند، عیسی را صلیب نزدند، عیسی را هیچ کسی نکشت. عیسی زنده هستند علیهم السلام، بلکه الله عیسی را در همون وقت به نزدش برداشت. رفعه، کلمه رفعه در زبان عربی بالا برداشتن رو میگند. به کجا عیسی رفته است؟ به نزد الله. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنت واخوردند، البته به صورتی که به روح اونها. خیلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگند. و این چنین در سنت مطهره حدیث های زیاد آمده است که به حد تواتر رسیده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم به قولشان، هم به فعلشان، هم به اقرارشان بیان کردند. 3 نمود سنت، قولا، فعلا و اقرارا، رسول الله بیان کردند که الله در بالای آسمان است. از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در اونجا ذکر علو و فوقیت بودن الله آمده است این است که الله سبحانه و تعالی را پیامبر میگفتند سبحان ربی الاعلی، الله پاک است و بالا است. و رسول الله میگفتند والله فوق العرش، الله در بالای عرش است میگفتند. و از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و آله این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشاره سبابه میکردند به سوی آسمان، اشاره میکردند به سوی آسمان با انگشتشون. یعنی وقتی که خطبه میکردند، به مردم خطبه میکردند، اشاره سبابهشون را اشاره میکردند به سوی آسمان.